سلام به آنهایی که از قعر دریا دور و گوهر می جویند. سلام به آنهایی که فایده را اقرار و زیان را انکار می کنند. دوستانی عزیز، من سخن را به درازا نبرده مقصودم را گشاد و روشن بهرتان گفتنیم. امروز بدخواهانی هستند که با گپ‌های بی اساس خود گوییا صد تیغ به طرف نکوکاران میزنند، اما آنها نمیدانند که لاف و گزافشان هیچ کس را زخمی کرده نمیتواند. خوشبختانه امروز مردم همه عقل دارند. به یاوه‌گویی های پست فطرتان هرگز داده نمی شوند و حقیقت را به فکرهای بی اساس آنها آمیزش نمی دهند. ای آنهایی که خودتان را غمخوار مردم می گیرید و ای آنهایی که در پهن کردن سخنهای پر از بهتان و دروغ به همتایید، آیا شما بار در تن خود درد شدید گریژه ستون مهره و یا گردن را احساس نموده اید؟ آیا بار پیش چشمانتان روز روشن به شب سیاه مبدل گردیده است؟ پس چرا به آسیا خاک برده آرد طلب می کنید؟ از این رو من زاره و التجا می کنم که اکای بختیار از خود و بیماران و کسب ناتکرار خود هرگز جدایی نکند، زیرا او مثل آینه خیلی پرجلاست و نوشته های و گفتار گرگان حسد او را زنگ زنانیده نمی توانند. به گفت مولانا رومی، برکان شکر چند مگس را غوغاست، کی کان شکر را به مگس ها پرواست. و خیلی هم بر حق گفته، چون که دعواگران از پی برپای غوغا هستند و طبیب نکوکار از پی دوا. باقی قضاوت از خود شما.